شخصی که در حالت جنابت میمیرد چی خیل باید غسل داده شود؟ مثل همین آدمی که در غیر غسل جنابت میمیرد. آدمی در حالت جنابت میمردگی معنای اینا ندارد که وای حرام مرده است، معنای اینا ندارد که وای یگان شرف و قدر در نزد خدا ندارد. اگرچه در زمانهای پیش بعضی از پیشواها میگفتند که وقتی در جنابت که آدم مرد باید که وای همون مردینگی را چاک میکنند و داخل وای میشویند. این باور که جبر، این ظلم وای حس میکند. وقتی صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که موی سرش اگر جینج باشد وای شانه نکنید، اگر دندان او در یک رگ باریک کشال باشد دندانش نکنید، بدن او را شستند شما آب شیرگرم گیرید، در دستهاتون حتی دست کشک کشین که تا که بدن او آزار نیابد. از کجا وای پاره کرده و او را چاک کرده و کدام باور که دشمنی بود برای مسلمان ها ایجاد کرد و مثال خودش مرد رفت. اینا دروغ هستند، اینا را تماما باور نکنید. انسانی که در حالت جنابت میمرد برابر است که مثل آدمی که در غیر جنابت میمرد، هیچ فرقی در بین اینا نیست. صاحب خلاصه را خدا رحمت کند، خلاصه مذهبی کتاب است. وای میگوید اگر کسی که بازنش میخواهد خانه‌داری کند شب خانه‌داری کرد، اگر خواهد که دویم دفعه خانه‌داری کند رود یک بار مستحب کند و آمده خواب کند با همون تنه جنابتش، از قسم سحر خیسته باز خانه‌داری کند، همون دو بار جنابت شدگیش ده یک بار غسل کند از قسم سحر بس کفایت میکند. شرط نیست که در هر باری حتی رسیدگیش رفته وای از سر غسل گیرد، حمیدش هم شرط نیست. برای همین اون در حالت یگان چیزی نیست، بلکه وای حتی رسول اکرم چی گفتن؟ و فی بضع احدکم حسنه. شما هرگاهی که بازنتان خانه‌داری میکنین در نزد خدا پاداش اجر میگیرید، اجر دارد. این حالت در حالت جنابت هم که از دنیا گذشته باشد وای همون شرف همون قدر اسلامیش باقی مانده است. این دروغ است که وای حرام مرد، این دروغ است، اینا را باور نکنید. اینجا در یک سوال دیگه درباره حرام بودن گوشت خوک دلیل‌هایش را گفته گذارید. در 3 جای قرآن، چی سوره بقره و چی سوره اعراف و همین ها را نظر کن، در همون جا یکی یک باره پروردگار یکی خود مرده را، یعنی حیوانی که خودش میمرد حرام میمرد، یکی خونی مک، این حیوانی را که میزنیم همون خونی که از مکش میپرد یکی همون حرام گفته است، و دیگر خوک را هم خنزیر گفته یاد کرده است، حرام گفتگی هست. دلیلهاش این نص قرآنی قطعی است. یوسف قرضاوی میگوید که حکمت حرام بودن خوک این است که کسی گوشت خوک خورد وای دیوس میشود، دیوس میشود. چگونه که امروز مردم غرب ببینیم رفیقش میاد از دست زنش میگیرد میگه ممکن است با هم یک رقص کنیم، میگه ممکن است در اختیارت رقص میکنی، چیکار میکنی کردن بگیر. این دیوسی است، گرفته با او رقص میکنن. یا زنش میخیزد میگوید که امشب من نمیایم، کجا دهی پیش همون رفیقم دهیم، بعد پگه میآید، باز همون زندگیشون همون خرسندی. این دیوسی هست. یوسف قرضاوی میگوید که یک حکمت خوک خوردن حرام بودنش همین است که مرد دیوس میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.